اختراعی بی‌مثل و مانند نهضتیان، بچک زندان‌ها و بچک شکنجه‌ها در سالهای 90 میباشد. این اختراع ضد انسانی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی چنین بود که آنها سیسترن‌های آهنین آب یا بنزین و کرosین را گرفته آدمان را در درون آنها زندان می‌کردند. گاه‌ها در یک بچکه آهنین 1-2 تانگی تا 8-10 نفر را انداخته در آن را قلف کرده می‌ماندند. یکی از دهشتناکترین صحنه‌های این زندان نهضتیان از عمل‌های ضد بشری به نام دولت اسلامی عراق و شام هم گذشته بود. همین میگن در حکیمی مجاهد اوضاع مثال گپ خبر شد که همین خیزانت قطعی هم میگرده باور نکردم. مثال رفتم همین حادثه را دیدم پیشم را اومدم گفتم دوملو شما میگین مجاهدیم مجاهد شما همین کار کرد مثال من قین عذاب کرد که این گپ نگو که مجاهد ما را بدنام کنی. گفتم آخه مثال حیات ایسوس بعد در آخر ملادلو اکولم کرد 15 روز به یاد شدم در این تای چنار کولم کرد به یاد شدم. بعد زنک های دستم گرفتن هم خیلی کوفا عذابم دادن بردنم پیمکای لایرون در درون بوشکای در آوردنم. بوشکای چند لیتره؟ بوشکای هم کانونا هنگو هم بوشکای کانونا در آوردنم سنگ شپم کردن. من تیری автоматش کویدم زدن پرخ آمد سرم ریختگی. با چه خاطر؟ به خاطر همون که تو گفتی که مثال زنی من همین مجاهد همی کرد به همین خاطر که تو مجاهد ما را بدنام کردی. بعدی او اومد درون خونه رحمتی و چند رو اومد خودم در مسجد گفت که چیز که بچه‌ات کو که تو رحمتی و چند فیرو کرد که تیر پران رحمتی و چند اوه گفتگی مثال همون خطی نصیبش بود است بندگی کرد.